سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 38 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز درس امروز اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید. برای دستگیری ما به نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن استفاده درس را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزمون چنین است: Whether you think you can or you think you can't, you're right by Henry Ford. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: چی فکر کنید که می توانید و یا چی فکر کنید که نمی توانید، در هر دو صورت حق هستید. سخن هنری فورد. چقدر که میدونید ما در چپتر 5 یعنی در باب 5 کتاب قرار داریم و موضوع باب 5 کتاب Talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر می باشد و درس امروزه ما موضوع 4 این باب یعنی there plus be می باشد. درس 38 چقدر که گفتیم موضوع امروزه ما there plus be می باشد و این یکی از مهمترین درس ها و موضوع ها در زبان انگلیسی است. اگر شما این موضوع رو آموزید گپ زدن شما در زبان انگلیسی خیلی آسان می شود. در پایان یک چند تا مثال آورده ایم. There is a bird in the tree. ترجمهش می شود در آنجا در درخت پرنده هست. در شکل جمع باشد There are 4 birds in the tree. در آنجا در درخت 4 پرنده است. میگذاریم به موضوع امروزه. چقدر که گفتیم موضوع امروزه ما there plus be می باشد. ترجمه there می شود در اینجا و یا در آنجا. be باشد این فعل to be می باشد وابسته به اسم در شکل تنها و یا در شکل جمع نوشته می شود و گفتیم که موضوع امروزه یکی از مهمترین موضوع ها در زبان انگلیسی است و اگر شما این موضوع را خوب آموزید جمله سازی شما در زبان انگلیسی خیلی آسان می شود و فرمولای درس امروزمون چنین است: در اول جمله کلمه there می آید، بعد از آن فعل to be می آید، بعد از آن subject یعنی اسم می آید، بعد از آن place مکان. مثال A را می خوانیم: There is a bird in the tree. در آنجا در درخت یک تا پرنده است. یک تا پرنده a bird از این رو فعل to be ما is آمد. مثال B را می خوانیم: There are 4 birds in the tree. در آنجا در درخت 4 پرنده است. 4 birds از این رو فعل to be ما در شکل جمع یعنی are آمد. There plus be is used to say that something exists in a particular place. فرمولای there plus be زمانی استفاده می شود که ما می خواهیم گوییم که یگام چیزی معین در یگام جای وجود دارد. چقدر که گفتیم در درخت یک پرنده وجود دارد و یا در درخت 4 پرنده است. Notice the subject follows be. There plus is plus singular noun. چقدر که میدونید singular noun می شود اسم های تنها. از فرمولمون گفتیم که در اول جمله there می آید، بعد از آن is می آید، بعد از آن فعل تنها. در شکل جمع باشد در اول جمله there می آید، بعد از آن are می آید، بعد از آن plural noun یعنی اسم جمع. مثال های C و D را می خونیم. There is a bird in the tree. در آنجا در درخت یک پرنده است. با مثال A معنایش یک است، تنها تغییراتی که در اینجا شد کوتاه شد. مثال D را می خونیم. There are 4 birds in the tree. در آنجا در درخت 4 پرنده است. این هم با مثال B یک معنا دارند، تنها تغییرات این کوتاه شویشان شد. با کوتاه شوی در زبان انگلیسی contractions می گفتیم. There plus is می شود there is. There plus are می شود there are. بگذاریم با صفحه دیگر. Exercise 9 مشق 9 در اینجا برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 9 را اجرا میکنیم. Complete the sentences with is or are. جمله ها را با کلمه های is و یا are پورا نمایید. چقدر که میدانید اگر اسم ما در شکل تنها باشد و یا یک تا باشد کلمه is میگیرد. اگر در شکل جمع باشد یعنی از دو تا زیاد باشد، دو و یا از دو زیاد باشد کلمه are میگیرد. مثال یکم را میخونیم. مثال یکم و دوم رو خود کتاب الکی اجرا کرده است. مثال یکم را میخونیم.
There is a butterfly in this picture. در اینجا در رسم یک تو شپرک است. A butterfly گفته است. از این رو کلمه is گرفت. در جمله دوم There are two trees in this picture. در اینجا در رسم دو درخت است. از این رو کلمه are گرفت. Two trees. مثال سوم رو میخونیم. A bird یک پرنده یک تو است. از این رو is میگیرد. There is a bird in this picture. در اینجا در رسم یک پرنده است. مثال چهارم رو میخونیم. 7 flowers. 7 گل 7 تا است. از این رو are میگیرد. There are 7 flowers in this picture. در اینجا در رسم 7 تا گل است. مثال دیگر رو میخونیم. A grammar book. کتاب گراماتیکا یک تا است. آرتیکل A آمده است. از آرتیکل ما لکه میفهمیم که درباره یک تا کتاب گپ رفته ایستاده است. از این رو is میگیرد. There is a grammar book on my desk. در آنجا و یا در اینجا در پرده من یک کتاب گراماتیکا است. مثال دیگر many grammar books. یک چند تا کتاب گراماتیکا و یا کتاب گراماتیکا بسیار. از این رو کلمه are میگیرد. There are many grammar books in this room. در اینجا در این حجره یک چند کتاب گراماتیکا است. مثال دیگر comfortable chairs. chairs در شکل جمع آمده است. از این رو فعل to be are میگیرد. There are comfortable chairs in this classroom. در اینجا در این صنف یک چند تا کرسی راحت هست. مثال هشتم رو میخونیم. A nice view. view میشود منظره. nice میشود زیبا. منظره زیبا. یک تا منظره است. از این رو is میگیرد. There is a nice view from the classroom window. در اینجا از تیرزه صنفخانه منظره زیبا است. مثال دیگر رو میخونیم. Interesting places. جایهای شوق‌آور. جایها در شکل جمع آمده است. از این رو are میگیرد. There are interesting places to visit in this area. در اینجا جاهای شوق‌آور برای تماشا هستند. مثال دهم رو میخونیم. There a good place. یک جای زیبا یک تا است. از این رو is میگیرد. There is a good place to eat near school. در آنجا در نزدیکی مکتب یک جای زیبا برای خوردن است. مثال 11 رو میخونیم. Fun activities. مشغولیت های خنده‌آور و یا مشغولیت های خوش یک چند تا است. از این رو are میگیرد. There are fun activities to do on weekends in this area. در آنجا یک چند مشغولیت های شوق‌آور است که روزهای آخر هفته در اینجا اجرا کرده می شود. Difficult words. کلمه های دشوار. words در شکل جمع آمده است. از این رو are میگیرد. There are difficult words in this exercise. در اینجا در این مشق کلمه های دشوار هست. Exercise 10. مشق دهم. در این مشق باید شما کلمه هایی که در روی خط داده شده است آنها را دیده در شکل تنها و یا در شکل جمع با there is و یا there are جمله سازید و مثلا a book کتاب یک تا کتاب جمله همان می شود there is a book on this desk. در بالای پرده یک کتاب است و یا در بالای میز یک کتاب است. ترجمه there is و یا there are در اینجا و یا در آنجا می شود و ما این را در زبان تاجیکی آنقدر استفاده نمیبریم. مثلا there is a book on this desk. در اینجا در بالای پرده یک کتاب است نمیگوییم. میگوییم که در بالای پرده و یا در بالای میز یک کتاب است. مثال دیگر some books. بعضی کتاب ها there are some books on this desk. در بالای میز بعضی کتاب ها هست. مثال دیگر a map. خریطه. There is a map on that wall. در آن دیوار یک خریطه است. A map یک خریطه. از این رو is گرفت. There is a map on that wall. در آن دیوار یک خریطه است. مثال دیگر some pictures. بعض رسم ها. رسم ها در شکل جمع است. از این رو there are شد. There are some pictures on that wall. در آن دیوار بعض رسم ها هستند. شما با مثل این مثال ها دیگر کلمه ها رو استفاده برده
با there is و یا there جمله سازید و به دفترتان نویسید. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 11 مشق 11 هم. این مشق اختیاری است. خواهید در دفترتان نویسید، خواهید دهانی اجرا کنید. در صنف و یا در مکتب و یا در حجرتان، در هر جایی که قرار دارید، گرد و اطرافتان را بینید. در گرد و اطرافتان چی اشیایی باشد و چند دانه باشد، آنها را استفاده برده با زبان انگلیسی با there is و یا there جمله سازید. مثلا 3 dictionaries 3 کتاب لغت. در نزدیکتان 3 کتاب لغت است و شما باید در زبان انگلیسی جمله سازید که در آنجا 3 کتاب لغت است در بالای میز. میگوید که there are 3 dictionaries on the table. در بالای میز 3 کتاب لغت است و یا در آنجا در بالای میز 3 کتاب لغت است. و یا در نزدیکتان کلیدها هستند و باید شما در زبان انگلیسی گوید که در آنجا کلیدها هستند و چنین میگوید there are some keys on the table. در بالای میز بعضی کلیدها است. some keys در شکل جمع است، از این رو there گرفت. و یا در نزدیکتان یک قلم تیزکنک است و یا قلم تراشک است و شما باید گوید که در بالای میز قلم تراشک است و این رو در زبان انگلیسی میگوید there is a pencil sharpener on the table. در بالای میز یک تا قلم تراشک است. و ما در پایان یک چند تا مثال آورده ایم. there are some pens on the table. در بالای میز بعضی روچکه ها هست. و یا در نزدیکی ما کامپیوتر هست و میگوییم که there is a computer on the table. در بالای میز یک تا کامپیوتر است. مثال دیگر، در بالای میز جدول است و ما باید گوییم که در بالای میز جدول است. با زبان انگلیسی میگیم there is a ruler on the table. در بالای میز جدول است. و یا در بالای میز 5 تا قاشق است، میگوییم که there are 5 spoons on the table. در بالای میز 5 تا قاشق است. میگذاریم با مشق دیگر. Exercise 13 مشق 13 هم. این مشق هم اختیاری است. خواهید در دفتر نویسید، خواهید دهانی اجرا کنید و مثلا in this building در این بنا هر چیزی که هست شما باید آن را به زبان انگلیسی گویید. مثلا there are 5 floors in this building. در این بنا 5 آشیانه است. آشیانه 5 تا است. floors از این رو there گرفت. مثال دیگر there are many classrooms in this building. در این بنا بسیار صنفخانه هست. صنفخانه ها در شکل جمع هستند، از این رو there گرفت. مثال دیگر there are stairs in this building. در این بنا نردبان ها هستند و نردبان و یا lessons در شکل جمع آمده است، از این رو there میگیرد. مثال دیگر there is an elevator in this building. در این بنا یک تا لیفت هست و کلمه لیفت در شکل تنها است، از این رو there is گرفت. there is an elevator in this building. در این بنا یک تا لیفت هست. با چنین شکل کلمه های in my home در خانه من، in this city در این شهر، in my country در کشور من، in the world در دنیا، in the universe در کائنات، اینها رو استفاده برده با هر کدامش جمله ها سازید. ما در پایان یک چند تا مثال آورده ایم. there are many nice cars in our city. در شهر ما ماشین های زیبا بسیارند. nice cars در شکل جمع آمده است، از این رو there are گرفت. مثال دیگر there is a dog in his home. در خانه وی یک سگ است. a dog از این رو there is گرفت. مثال دیگر there are 5 boys in this class. در این صنف 5 بچه است، 5 پسر است. boys در شکل جمع هست. 5 boys از این رو there are گرفت. در صنف 5 پسر است. new words کلمه های نو. think فکر کردن. can توانستن. right درست. wrong نادرست. exist وجود داشتن. picture رسم. flower گل. chair کرسی. view منظره. visit دیدن کردن. area مساحت و یا جای. activity مشغولیت. calendar تقویم. sharpener قلم تراشک. chalkboard تخته‌ای که با بور می نویسیم.
whiteboard тахтаи сафеде ки бо фломастер менависем. bulletin board тахтае ки дар он расмҳо ва ё баъзе нотҳоро мечаспонем. several якчанд, wall девор, coin танга, key калид. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён расид ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем. машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. машқҳои 9, 10, 11 ва 13 боби 5 китобро ба дафтаратон нависед. дуюм, бо there plus be яъне бо мавзӯи имрӯза 15 ҷумла нависед. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода намоед. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён расид. агар ба канал обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед. барои дастгирии мо ба навор лайк гузоред. барои беҳтар кардани сифати дарсҳо фикр ва андешаҳои худро дар шарҳҳо нависед. ин наворро ба дӯстон ва наздиконатон равон кунед, то онҳо низ аз дарсҳои мо бохабар шаванд ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.